مدخلی ها شاخه ای از سلفی هستند که متاسفانه روششون اینه که همش با دعات در جنگند. روششون با روش شیخ بن باز رحمت الله تعالی علیه و بزرگان سلفیت مخالفه و لذا بنده مردم برحذر میدارم، همچنان که از داعش برحذر میدارم، از مدخلی بازی و از اینها هم برحذر میدارم. روش بزرگان علمای سلف امثال بن باز، امثال ابن عثیمین، امثال مفتی عربستان، امثال وزیر شؤون اسلامیه شیخ صالح آل شیخ و بزرگان سلفیه. و تظاهرات هر جا حرام نیست. تظاهرات یک وسیله است که برای تغییر یک وسیله سلمی و مسالمت آمیزی برای تغییر منکر. و اما در عربستان یا در مکان معینی حرام باشه حلال باشه، اون بستگی به اون جا داره. ما اینکه کلا تظاهرات حرام باشه درست نیستش.